دارم. بچه در رابطه با بازار این هفته خیلی سریع بریم ببینید. من انتظار دارم که این هفته DXY شاخصدار خودش رو به این محدوده برسونه. حالا نه تو این هفته، در هفته‌های آتی، مگر اینکه از همین جایی که هست تو این هفته ما یه همچین کندلی رو به این صورت ببینیم که به صورت انگفت زیر محدوده بسته بشه که شرایط رو تغییر بده برام. اوکی، خدمتتون عرض کنم که خب همیشه میدونید که حرکت شاخص دلار و طلا برعکس همدیگه است. دلار تقویت بشه میتونه باعث ریزش بازارهای سهام و طلا بشه، ولی شرایط فعلی متفاوت است. میبینید که DXY داره به سمت بالا حرکت میکنه، طلا هم داره به سمت بالا حرکت میکنه. اوکی، چون که شرایط خاص هست، شرایط منطقه خاورمیانه یه خورده خاص هست و خب مارکت آسیا داره همش از ترس جنگ‌های مختلف داره دلار میفروشه، طلا میخره. ولی به هر حال خدمتتون عرض کنم که خریدار طلا اصلا آسیه، ولی بچه‌ها اینو در نظر فقط برای دلار فعلا داشته باشید. برای طلا ببینید، من اعتقاد دارم که بازار اگر در شروع هفته دوشنبه ترید نکنید، راه رو مشخص کنه ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر در شروع هفته کرکشنی رو به سمت پایین داشته باشی، خب میتونه تا این محدوده 1885 625 و 1903 تو این بین بیاد حرکت کنه و ما از اینجا دنبال خریدی باشیم بچه برای طلا. اوکی، دنبال خریدی باشیم برای طلا. اگر این محدوده به ما سیگنال نداد من آپدیت میکنم دوباره. این معنیش این نیستش که شرایط بایی رو دیگه به ما نده. اوکی، پس این سناریوی اولی که بهتون گفتم، ببینید یه کرکشن رو شروع کنه به زد دادن و دوشنبه ترید نمی کنید تا مارکت راهش رو مشخص کنه. کلا منم انجام نمیدم اگه فرصت رو داشته باشم. و بنابراین یک روز رو برای مانیتور و وی خودمون مشخص میکنیم. اگر این اتفاق نیفتاد بچه، دو تا قیمت بسیار مهمی که طلا الان پیش رو داره بین 1936 و 1942 هست که نهایتاً ماکسیموم تو این قیمت ها بیاد. خدمت شما عرض کنم که دوباره به این سمت حرکت کنه و اون موقع من دیگه حالا با دوباره شرط رو آپدیت میکنم. اگر دوشنبه به این سمت حرکت کنه، اگر به این سمت حرکت کرد اینجاها من خیلی برام جذاب تره تا سیگنال سل رو ببینم بین 36 تا. اگر نداد بچه، اگر مارکت سیگنال بای رو تو این قیمت نداد، تریگر نداد، دیگه بی خیالش باید شد. خب اینا رو من دیلیت میکنم. اگه اینجا نداد، این قیمت به شدت دیگه مورد اهمیت هست. اوکی، قیمت این قیمت دیگه اهمیت ویژه‌ای برای ما خواهد داشت که دنبال تریگر سل باید باشیم. اوکی، و تا انتهای ویدیو گوش کنید. میخوام نکته بگم، بین 53 تا حدوداً 59. اوکی، دنبال تریگر سل باید باشیم بچه. من سیگنال نمیدم که بفروشید یا بخرید، دارم بازه تعریف میکنم. تو اون بازه بعد دنبال تریگر باشیم و بعد با یه استاپ $1 یا $2 نهایتا وارد معامله بشیم. اوکی، محدودی مهم. اگه یک کله رفت تا اینجا، دیگه جذابیتش اینه که دوباره دنبال تریگر سل بگردیم برای حالا خدمتتون عرض کنم دوباره تقریبا حالا برای همین محدوده ها نهایتا مثلا بعد اون موقع آپدیت کنیم. اون موقع باید چیکار کنیم؟ آپدیت کنیم. پس این دوشنبه رو اگه برگشت دنبال خرید بای میگردیم برای سیو سود در این نقطه محل بین 59 تا 53 و اگر بالا رفت دنبال سل میگردیم تا این محدودهای پایین. اوکی، ضمن این که بچه در نظر داشته باشید، من آنالیز فکر کنم 2 ماه پیش گذاشتم. خب بچه، من منطقه $2000 رو 2-3 ماه دارم تکرار میکنم. اینجا ما خدمتتون عرض کنم که ما محل به شدت حائز اهمیتی هست برای ما و همچنان بچه روند خود طلا در حال حاضر هنوز روندش اولا اینکه
فعلا تغییری نکرده. از نظر دیلی ما همچنان در ریزش هستیم، هرچند که افزایش قیمتی رو داشتیم. اوکی، هرچند که افزایش قیمتی رو داشتیم و that's it. بعد تصوری کنید تو قیمتی که گفتم دنبال تریگر باشید بچه. اگر نداد همچنان مثل این رفت بالا، ما هیچ کاری باهاش نداریم. دنبال بچه بهش میگن chasing the price, chasing the market. ما نباید مارکت رو چیس کنیم، دنبالش بدویم. خب رفت که رفت، برای ما اهمیتی نداره. ما سیستم خودمون رو داریم، ما تریدینگ پلن خودمون رو داریم، هیچ چیزی رو ما از دست نمیدیم اگر نگیریم. ولی اگر بگیریم و اشتباه باشید حتما چیزی رو از دست خواهیم داد. اینو یادتون نشه. قانون اول حفظ اصل سرمایه‌مون هست. حفظ سرمایه، اصل سرمایه نیست $2000 آوردی الان شده 8000 تا، پس 2000 تا اصل سرمایه. اصل سرمایه الان شما الان 8000 تاست. اول حفظ اون و بعدش برای افزایش سرمایه‌تون. اوکی، ولی که من خودم یه خودی دارم کم کم تصمیم بگیرم که از رو طلا سویچ کنم، چون شرط خاصی است تا دوباره کم اوضاع آروم بشه. فعلا هنوز تصمیم نگرفتم، دارم بررسی میکنم برم که روی خدمت شما عرض کنم که روی یک نزدک کار کنم فعلا. ولی هنوز این هفته میخوام این تصمیم بگیرم ببینم که طلا چیکار میکنه. بچه بازار به شدت بسیار خطرناک شده، بسیار بازار خطرناکی هست به شدت. اگر بدون استاپ معامله کنید همیشه بازنده بودید در این، و حالا 1% اگه شانس این داشته که بازار برگرده بتونید سر به سر از بازار رهایی پیدا کنید، الان احتمالش تقریبا 0% از هر سمتی بخواد حرکت کنه. هر لحظه اتفاقات وحشتناکی در مارکت اتفاق میفته و اصلا جای ریسک نداره. پس اگر هر چقدر هم ضرر کردید از معامله اشتباه باید بیاید بیرون. مراقبت کنید، دقت کنید و امیدوارم پرسود و پر انرژی باشید این هفته.